سلام دوست من، امیدوارم که حال دلت عالی باشه. من نغمه عزیزیان هستم، روانشناس کودک و نوجوان. تا اینجا یاد گرفتیم کودک چطور رشد میکنه و در هر مرحله چه نیازی داره. حالا وقتشه بریم سراغ قلب فرزند پروری که همون ارتباط مؤثر با فرزندمونه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم داریم خوب با بچه‌مون حرف میزنیم، اما در واقع داریم دستور میدیم، کنترل میکنیم یا فقط میشنویم برای جواب دادن. در حالی که بچه‌ها بیشتر از کلمات، لحن و نگاه و حس ما رو میفهمن. بیا اول از همه فرق گوش دادن با شنیدن رو براتون توضیح بدم. گوش دادن یعنی فقط صدای طرف مقابل رو بشنوی، اما شنیدن واقعی یعنی که بخوای احساس پشت حرفش رو هم بفهمی. مثلا بچه‌مون به ما میگه که مامان نمیخوام برم مهد. مامان میگه چرا؟ تو که همیشه میرفتین، چه مسخره بازی امروز در آوردی؟ مامان جان شما در ظاهر گوش دادی، اما در عمل احساس پشت جملهش رو اصلا نشنیدی. احساس پشت جمله فرزندت چیه؟ شاید دلش گرفته، شاید یه بچه‌ای ناراحت شده، شاید خسته است، شاید خوابش میاد، شاید اون ترس از دست دادن تو داره. حالا میخوایم با همین جمله شنیدن فعال رو تمرین کنیم. فرزندت میاد بهت میگه مامان نمیخوام برم مهد. مامان چی میگه؟ میگه نمیخوای بری مهد؟ انگار امروز یه چیزی ناراحتی مامان، چیزی اذیتت کرده، درسته؟ ببین همین جمله ساده یه در رو باز میکنه بین دل تو و دل اون کوچولوی قشنگت. یه مثال دیگه برات میزنم. یه بچه 7 ساله دم در وایساده میگه من اصلا کفشمو نمیپوشم، نمیام. شما خیلی دیرت شده، استرست بالاست. معمولا مامانا چی میگن؟ یه بپوش دیگه، دیرمونه، همیشه مسخره بازی در میاری. اصلا میذارمت میرم، یا میپوشی یا من میرم. اما اگه بخوای ارتباط مؤثر بسازی، قبل اینکه یه واکنش تندی بخوای نشون بدی، یه ثانیه مکث میکنی، یه نفس عمیق میکشی، بعد با یه لحن آروم میای به فرزندت میگی چی؟ میگی مامان انگار یه چیزی ناراحتت کرده، نمیخوای بیای؟ چی شده پسرم؟ چرا چی ناراحتی مامان جان؟ میخوای من کمکت کنم؟ مطمئن باش 90% مواقع بچه توی این شرایط شروع میکنه به حرف زدن و تو متوجه میشی شاید کفشش تنگه، شاید دیروز کسی اذیتش کرده تو اون محل، بهش خندیده، ناراحته. وقتی کودکت احساس کنه که شنیده میشه، خودش هم قطعاً همکاری میکنه باهات. پس اصل اول چیه؟ اصل اول تو ارتباط مؤثر شنیدن فعال و بدون قضاوته. خب خانم عزیزی، شنیدن فعال و بدون قضاوت اصلا یعنی چی؟ چجوریه؟ اینه که شما اولین کاری که میکنی تماس چشمی با فرزندت برقرار کنی، لحن بدنیت آروم باشه، وسط حرفش نپری، جملهش رو بازتاب بدی که این خیلی مهمه. مثلا میگه مامان من میخوام برم پارک، حوصله‌ام سر رفته. میای بهش میگی که مامان دوست داری بری پارک چون حوصله‌ات سر رفته، درسته؟ ببین همون کلمه جمله فرزندم رو منم تکرار کردم، یه درسته هم اضافه کردم بهش. چرا؟ چون وقتی این جمله رو من میگم، کودکم حس میکنه حرفش ارزش داره و همین موضوع دری رو به اعتماد من و فرزندم باز میکنه. یه مثال واقعی بزنم از یک مراجعه‌ای که داشتم. این مامان مده بود پیش من و میگفتش که بچم نقاشی کشیده، بعد یه دفعه رنگ پخش شده روی کاغذ، با ناراحتی و عصبانیت و جیغ و گریه گفته خراب شد نقاشیم، دیگه نمیخوام نقاشی بکشم، میخواست نقاشیشو پاره کنه و اینا. ولی
مثلا من نمیدونستم چی کار کنم. گفتم خب مامان جان چی بهش گفتی؟ گفتم هیچی، عیب نداره مامان جان، دوباره بکش. خب ببین، اکثر والدین سریع این جمله رو میگن. این جمله به ظاهر جمله مثبتیه ها، اما کودک حسش اینه که تو حرف منو جدی نگرفتی مامان، من عصبانیم، من ناراحتم، ولی تو به من داری چی میگی؟ میگی اب نداره دوباره بکش. مگه میشه؟ حرف منو جدی نگرفتی. مامان به من گفت خب من جواب چی باید بهش میدادم؟ چه جوابی باید بهش میدادم که خوب باشه؟ خیلی جمله راحت تری میتونستی مامان بهش بگی، اینکه آره مامان جان میفهممت، ناراحت شدی چون واقعا برای نقاشیت خیلی زحمت کشیده بودی. حالا میخوای بیای یه راهی پیدا کنیم درستش کنی؟ یا میخوای مامان جان الان همه اینا رو وسایلاتو همین جوری بذاری، یکم استراحت کنی، یکم فکر کنیم در موردش؟ اینجا اومدی با بچت همدلی کردی، نه نصیحتش کردی. و جالبه بدونی با همین جمله به ظاهر ساده، اغلب بچه ها بعد از چند ثانیه خودشون برمیگردن سراغ اون نقاشی کشیدنه. اصل دوم در ارتباط مؤثر اون زبان بدن والدینه. ببین کودک شما فقط با گوشش که گوش نمیده، با چشماش هم داره به شما گوش میده. یعنی چی؟ یعنی حالت چهره شما، تون صداتون و بدنتون همه داره باهاش حرف میزنه. مثلا وقتی کودکتون یه اتفاقی براش افتاده، مثلا نمیدونم ماشینش خراب شده، میاد میگه ماما ماشینم خراب شده مثلا. ماما میگه باشه عزیزم مشکلی نیست. ببین شما اینجا ابروتو بالا انداختی، داری با موبایل حرف میزنی و فرزند شما اون باشه شما رو نمیشنوه که. چی میشنوه پس؟ اینو میشنوه که شما با اون باشه بهش گفتی چی؟ حوصله‌تو ندارم، باشه حالا فعلا برو، بعداً به حسابت میرسم. بنابراین وقتی میخوای باهاش ارتباط بگیری، گوشی رو بذار کنار، به چشماش نگاه کن، هم سطحش بشین و همین 3 کار ساده باهات معجزه میکنه. بریم سراغ اصل سوم. اصل سوم در ارتباط مؤثر اون گفتگو است، نه دستور دادنه، که اکثر ارتباطهای روزمره ما با بچه هامون همش دستوریه. مثل چی؟ برو دستتو بشور، بشین درستو بخون، وسایلتو جمع کن، غذاتو بخور. اما اگه این دستوراتو بیاین به گفتگو تبدیل کنید، هم احترام منتقل میشه و هم همکاریه رو میگیری. مثلا چی؟ مثلا به جایی که به فرزندت بگی برو وسایلتو جمع کن تا 10 میشمارم وسایلت جمع شده باشه، بهش چی میگی؟ میگی مامان جان الان کارت تموم شده، به نظرت وقتشه که وسایلتو جمع کنی یا هنوز میخوای بازی کنی؟ یا وقتی که به فرزندت میخوای دستوری بگی که بدو برو دستاتو بشور، سریع یا بدو، به جاش بهش چی میگی؟ میگی میخوای من کمکت کنم دستاتو بشوری یا خودت توانمندی تنهایی بلدی دستاتو بشوری؟ ببین جمله خیلی ساده است، اما تو مغز کودکت یه چیزی رو میخواد بگه. مغز کودکت اینو میشنوه که من تو رو توانمند میبینم، من والد توی فرزندم رو توانمند میبینم، میدونم که خودت به تنهایی دستات توانمنده، میتونی تنهایی دستاتو بشوری، میدونم که خودت به تنهایی میتونی وسایلتو جمع بکنی. خیلی راحت ارتباطتونم با کودکتون عالی میمونه. اصلا یه مثال دیگه میخوام برات بزنم. یه موقعیت ها ولی یه والد معمولی صحبت میکنه و یه والدی که ارتباط مؤثر رو بلده.